من فکرامو کردم. خب ببین من یک نخبه‌ام، دلم میخواد تو مملکت خودم کار کنم. تو هر چی هم به من پول بدی من حاضر نیستم با شما بیام اون ور آب. خب نه دیگه، پس دقیقاً فکراتو نمی‌کردی که اینجوری داری به من میگی. داداش دارم میگم فکرامو کردم، تو چرا حالیت نمیشه؟ میگم من نمیام اون ور آب. گفتم یا با من میای یا اینجا میگم ترورت کنن. داداش چرا زر مفت میزنی؟ ترور کنن چیه؟ بعد من از چی داری میترسونی آخه ایوون؟ ها؟ تو یه راه بیشتر نده، خودم فقط این که من بیای بری. آقا من میگم نمیام، تو چرا حالیت نمیشه؟ میگم من میخوام تو مملکت خودم خدمت کنم. راحت بهت گفتم تلفن منو قطع کنی به عباد بالا سرت میزنه. کدوم پواد کجای من نمیبینمش؟ ببین من دارم اینو بهت میگم، من نخبه‌ام با تو نمیام اون ور، نخبه‌ام با تو نمیام اون ور آب. اگه پواد موادم رو سر منه ترور کن، مهم نیست برام. بزن ببینم چجوری میخوای منو ترور کنی. خداحافظ. خداحافظ. اون صفت فکر کرده که اینجا چه خبره؟ 100 تا مثل تو هم نمیتونه منو ترور کنه. باشه بزن، قطع میکنم. اینم چجوری میزنی؟ قطع میکنم، بزن. قطع کنی. خداحافظ. خداحافظ. ای اون صفت فکر کرده که من اینجا نخبه هم میخوام واسه مملکت خودم تلاش بکنم.